بهترین حالتی که میتونید روزتون رو شروع کنید الان میخوام بهتون بگم. سلام، من هومن هستم و قراره تو این ویدیو در ارتباط با یک روتین صبحگاهی برای مغز صحبت کنیم. خوب بدونید که 30 دقیقه اول روز فقط چند دقیقه ساده نیستن. دقایقی هستن که شما مغزتون رو ست میکنید، آماده میکنید برای دستیابی و اکامپلیشمنت بقیه روزه. آقای جیم کویک که یک برین کوچ هستن، در یکی از پادکستاشون بر مبنای معتبرترین و جدیدترین تحقیقات یه سری روتین رو تعریف میکنن که ما میتونیم اینها رو تو زندگیمون ایمپلیمنت کنیم و انجامشون بدیم تا بتونیم یک صبح اپتیمالتر و بهتری رو داشته باشیم. خوب بدونید که مغز ما هورمون‌های مختلفی رو ترشح میکنه. یکی از اون هورمون‌ها اسمش کورتیزول هست. خیلی بهش میگن هورمون استرس، ولی کار اصلیش انرژیزایی در بدن هست، مخصوصا برای مغز. با این موضوع کورتیزول باعث میشه که هوشیاری و بیداری سطح بدن ما بالا بره. باید در نظر بگیریم که کورتیزول در صبح به صورت نرمال و درست باید بالا باشه و سطح کورتیزول در شب باید پایین باشه. با انجام دادن این روتین ما میتونیم کمک کنیم که کورتیزول بالا بره و کورتیزول یک المان بسیار مهمی هستش برای اینکه بتونیم یک زندگی سالم‌تری رو داشته باشیم. اولین توصیه‌ای که میشه نوشیدن آب هستش. چرا آب؟ چون 75% تا 80% مغز ما از آب تشکیل شده. پس چه قبل از اینکه موبایلتون رو بردارید، برید سراغ ایمیلاتون یا قهوه‌تون رو نوش جان کنید، یک لیوان آب مصرف کنید. آب رو بهترین حالتی که میتونید به بدنتون برسونید اینه که الکترولایتش کنید. چرا الکترولایت؟ چون الکترولایت ها یک سری مواد معدنی هستن که کمک میکنن به برق رسانی در بدن و اینکه نورون های ما بتونن با هم بهتر کامیونیکیت کنن و ارتباط برقرار کنن. یک روش بسیار ساده و سالم که میتونید تو خونه انجام بدید بدون استفاده از هیچ گونه آرتفیشال سابستنسی برای الکترولایت کردن آبتون این هستش که یک سر انگشت پینچ اف سالت به آبتون اضافه کنید، یک مقدار چند قطره لیمو ترش و میپل سیروپ یا شیره درخت افرا یا عسل که خیلی یادتون باشه خیلی کم اون شیرینی رو بهش اضافه کنید در حد اینکه یه ذره طعم رو بخواد عوض کنه. پس میشه اولین کاری که در صبح میکنید یه لیوان آب نوشید. دومین توصیه‌ای که میشه نور خورشید هستش. چرا خورشید؟ خورشید کمک میکنه به این که در بدن ما سروتونین و کورتیزول هر تاشون ترشح شه. کورتیزول رو براتون توضیح دادم. سروتونین چه کاری میکنه؟ سروتونین هورمون انگیزه هستش، هورمون شادی هستش. و چه انگیزه و انرژی مثبت در صبح با ترشح شدن سروتونین در بدن ما میره بالا. و اتفاقی که میفته غیر از این دو موضوع سیرکیدین ریتم یا ریتم شبانه روزی ما با سروتونین تنظیم میشه. ریتم شبانه روزی چیزی هستش که کمک میکنه به اینکه خواب بهتری داشته باشید. خود خواب بهتر یک عالمه بنفیت داره که در یک اپیزود دیگه به صورت مفصل در ارتباط با خواب صحبت خواهم کرد. نور خورشید رو بهترین حالتی که میتونید بهش نگاه کنید به صورت مستقیم هست. تعریف مستقیم چیه؟ نه اینکه بخوایم به نور خورشید زل بزنیم چون باعث میشه که به قرنیه‌مون آسیب وارد بشه. بهترین حالتش اینه که به اطراف یا به افق نگاه کنید تا قرنیه ما اون مقدار فوتون هایی رو که نیاز داره از خورشید بگیره. اگر هوا آفتابی باشه یادتون باشه همچنان این فوتون ها در محیط وجود دارن، ولی به جای اینکه مثلا 2 دقیقه تا 5 دقیقه بخوایم بیرون باشیم ممکنه 1 رو بعد بیرون باشیم تا بتونیم اون مقدار فوتونی رو که قرنیه لازم داره که دریافت کنه برای ترشح سروتونین و کورتیزول بگیره. یادمون باشه که بهتره که عینک آفتابی نذاریم، از پشت شیشه ماشین یا پشت شیشه پنجره به نور خورشید نگاه نکنیم چون اینها فیلتر میکنن اون مقدار رو که قرنیه ما لازم داره. عینک طبی اوکیه چون باعث میشه که نور خورشید به صورت متمرکز به قرنیه وارد بشه. بازم تاکید میکنم لطفاً به خورشید زل نزنید، به قرنیه هاتون آسیب میزنه. حالا که بیرون هستیم بعضی موقع توصیه میشه که اگر آب و هوا مناسب هست کفشاتون رو در بیارید و با پای برهنه روی چمن یا خاک راه برید. باعث میشه که بدنتون گراوندد بشه، کانکت بشه با ارث یا زمین و بتونید یک صبح آرومتری رو شروع کنید. توصیه بعدی که میشه جورنالینگ هستش. چند دقیقه رو در صبح بذارید کنار برای نوشتن. مدل‌های مختلفی برای نوشتن توصیه شده. یکی از اونها نوشتن خواب‌هاتون هستش. چرا خواب؟ خوابای ما یک الگوریتم و ریتم ثابتی رو بعضی موقع دنبال میکنه که با نوشتن اونا میتونید به این موضوع واقف بشید و بتونید به احساساتتون و انگیزه ها یا ایده هایی که دارید آگاه تر باشید.
پس اولین موضوع نوشتن خوابها هست. دومیش شکرگزاری یا گراتیتیود هست، چیزهایی رو که تو زندگی شاکرش هستید که میتونه واقعا از سلامتی، داشتن خانواده خوب که بیسیک ترین چیزها هستش، یا هر چیزی که خودتون شاکرش هستین رو بنویسید. این باعث میشه که ذهنتون رو ست کنید برای یک مود مثبت و پازیتیو و بقیه روز رو با اون ادامه بدید. سومین مدل جورنالینگ نوشتن هدفاتون هستش. تحقیقات ثابت کرده که با نوشتن هدفها 90 تا 95% میتونید اونها رو به سرانجام برسونید و همچنین تأکید کرده که این هدفها از 3 تا بیشتر نشه در طول روز که بتونید به اونها دست پیدا کنید و فراموششون نکنید. با این کار مغزتون رو ست میکنید، آماده میکنید برای اینکه بقیه روز رو به اون هدفها فکر کنه. چهارمین مدل جورنالینگ سوال کردن هستش. با سوال کردن حس کنجکاوی رو در مغز بیدار میکنید و باعث میشه که مغزتون در طول روز به اطرافش بیشتر توجه کنه و کنجکاوتر باشه و موضوعات بیشتری رو بتونید دریافت کنید. توصیه بعدی که میشه مدیتیشن هستش که باعث میشه که حضورتون در لحظه بیشتر بشه. مایندفولنس که خیلی سایکولوژی الان روش تمرکز میکنه، خیلی موضوع مهمی هستش که میتونید انجام بدید و باعث میشه که روزتون رو با آرامش شروع کنید و این آرامش کمک میکنه که روز پربارتری رو تجربه کنید. بعد از مدیتیشن تحرک یا موومنت. این موومنت خیلی ساده میتونه در حد یک سلام بر خورشید ساده، چند تا شنای روی زمین یا پوشاپ یا جامپ سکوات باشه. 5 تا 10 دقیقه میتونه این موومنت طول بکشه. بازم میگم خیلی میتونه مینیمال و ساده باشه. کاری که موومنت میکنه اینه که فکر کنید شما در طول شب خوابیدید، بدنتون استیل و ثابت بوده و در حالت بقا هستش. بعد از اینکه موومنت رو انجام میدید بدنتون اکتیویت میشه و در حالت آماده باش قرار میگیره که بتونه آماده بشه. این حالت آماده باش باعث میشه که کورتیزول در بدنتون ترشح بشه. کورتیزول باعث میشه که هوشیاریتون بره بالا و با داشتن هوشیاری مغزتون شارپتر و آماده‌تر خواهد بود. موومنت کار دیگه‌ای که میکنه اکسیژن رسانی رو به اعضای بدن و سلول‌های مغز بالا میبره و باعث ترشح یک سری پروتئین به اسم BDNF میشه که اینها پروتئین‌هایی هستن که به ترمیم و تجدید سلول‌های مغز کمک میکنن و با این ترمیم و تجدید شما آگاهیتون بالاتر میره و یادگیریتون خیلی سطحش بالاتر میره. پس بهتون پیشنهاد میکنم که تحرک رو به روتینتون در صبح و حتی میگم در کل روز اضافه کنید. بدن ما واقعا تعبیه نشده، طراحی نشده برای اینکه در کل روز فقط بخواد یک جا ثابت بشینه و من میدونم که متاسفانه بیشتر کارهایی که ما تو دنیای مدرن الان انجام میدیم نشسته هستش. توصیه بعدی که میشه تمرین تنفسی هستش. تمرین تنفسی از طریق بینی. وقتی شب خوابیدین تنفس ما خیلی سطحی هستش، ولی وقتی یک روتین تنفسی رو توی صبحتون تعریف میکنید کمک میکنید که این عمق پیدا کنه و با این عمق سیستم عصبیتون دوباره ریست بشه، اکسیژن بیشتری به بدنتون برسه، به سلول‌های مغز و سلول بدنتون برسه، چون سطح اکسیژن در طول شب با توجه به اینکه سطحی بوده تنفستون اومده پایین، باعث پاکسازی ریه هامون میشه و همچنین هورمون هامون و خلق و خمون رو تنظیم میکنه و همونطور که اول ویدیو گفتم هدف ما از این روتین این هستش که هورمون هایی رو ترشح کنه مغز که لازم هست در سطح درستشون که یکیشون کورتیزول بودش. این توصیه هایی که شد توصیه های آقای جیم کویک بودن. دوست دارم بهم بگین که شما چه روتین هایی رو در صبح انجام میدید. به نظر من کل هر کاری که کمک کنه که زندگی ما اپتیمال تر و بهتر باشه ریگاردلس که چی هستش باید درش استمرار و پشت کار داشته باشید. ممنونم که این ویدیو رو گوش کردید. خوشحال میشم اگر این روتین ها رو انجام دادید، نتیجهش رو دیدید در کامنت ها به من بگین و ممنونم از توجهتون به سلامتی.